من چند روز پیش یه دونه هارد تو این ریسایکل های لوازم الکترونیکی پیدا کردم و تصمیم گرفتم که ببینم توش چیه. پس اومدم یه دونه از این کیس های اکسترنال هارد از سایت تمو سفارش دادم و اومدش قراره بذارمش این تو. این هارد میاد میره توی این بشویی، این قاب میاد روش بسته میشه. این کاب وصلش کنیم به کامپیوتر ببینیم توش چی داره. خب وصلش کردم، شروع کرد به چشمک زدن. ببینیم تو درایوش چی هست. خب با اکسپلور بازش میکنم که امنیتش بیشتره. اصلا تصمیم گرفتم که بازش نکنم و کلا فرمتش کنم.